دوستان دقت بفرمایید. ما امروز تو این پروژه اومدیم یه انکودر رو به یک PLC سری 300 متصل کردیم و یه برنامه ای رو نوشتیم. توی این برنامه با استفاده از های اسپید کانتر پالس های خروجی انکودر شمارش میشه و بعد داخل برنامه این تعداد پالس ها به مقدار قابل فهم تبدیل میشن یا اصطلاحاً همون اسکیلینگ و توی خروجی نمایش داده میشه. ببینید الان با چرخش انکودر، زمانی که من انکودر رو به چرخونم توی برنامه ما این مقدارها تغییر میکنن. ببینید با چرخیدن انکودر این مقدار لحظه‌ای تغییر میکنه و موقعیت یا تعداد حرکت رو به ما نمایش میده. و اومدیم اینجا یک شاسی هم طراحی کردیم که مقدار کانتر رو برامون ریست کنه، یعنی من با زدن این شاسی مقدار رو صفر میکنم. توضیحات تکمیلی رو توی کپشن خدمتتون مینویسم، ملاحظه بفرمایید.